ایران هست. حسن یزدانی دلاور کشتی کشورمون و گزارش آریان. نفر شدن 1000 نفر اومده باشن از سراسر فرانسه، از سراسر اروپا، از قاره امریکا، از کشور عزیزم ایران با پرچم‌های مقدس جمهوری اسلامی ایران که در دستان او هست. برای این کشتی ماکاوف، بوریس ماکاوف از اسلواکی، بوریس ماکاوف از اسلواکی با دو بنده آبی در مقابل حسن یزدانی از جمهوری اسلامی ایران با دو بنده قرمز. داور هنوز نیامده روی تشک. حسن یزدانی که پیرانش، این هم تماشاگرانی که در سالن حضور دارن با اومدن تا البته آقای دکتر آهنی هم که سفیر ایران در کشور فرانسه هستن همکاری قابل قبولی رو داشتن و در نهایت یه جلسه هم اومدن هتل بچه‌ها که به کارشون بسیار ارزشمند است. حسن یزدانی سبکبار وارد تشک میشه، با یه پرش نشون میده که از آمادگی بالایی برخوردار است. داور وسط بدن دو کشتی رو بررسی میکنه که خیس نباشن و حالا آماده میشه برای مبارزه خودش. حسن یزدانی دلاوری از خطه پهلوانخیز مازندران، شهر جویبار، قهرمان المپیک. ندای ایران ایران سالون به لرزه در میاره، در سالن آکور به لرزه در میاره. ابتدای کار موفق میشه با یک حمله حریف خودشو از تشک خارج کنه و یک امتیاز بگیره. آقای محمد طلایی از کنار تشک نکات لازم به کشتیگیر خودش تذکر میده. یک بار دیگه حسن یزدانی میاد پیش انداز از پهلو رو به اجرا بذاره، حریف کار به اون نمیده. ندای ایران ایران تماشاگران پرشور ایرانی که آقای لالوی میگه وفادار در این تماشاگران واقعا تماشاگران ایرانی هستند و پرشورترین تماشاگران که آقای متوید گفته این مسئله رو. تماشاگران ایرانی در دنیای کشتی خاصا شورای خاص و مثلا یک بار دیگه پیشانداز از پهلو میره که خواهد کنه حریف خود، چون اینجا موفق میشه در منطقه قرمز دوشک خواهد کنه. دو امتیاز دیگه میگیره از حریف خودش، 2 امتیاز و حالا کشتی رو 3-0 میکنه حسن دلاور. داور وسط 2 امتیاز داد اما 1 امتیاز رو تایید کردن. حالا کشتی 2-0 میشه. حسن یزدانی دلاور کشورم تا این لحظه بسیار قوس میکنه حریف خودشو. یک بار دیگه برگشت رو ضد حمله که موفق میشه. یک لحظه ماکاوف سعی داره که زیرگیری کنه که او هم ناموفق، یه لحظه پارو لمس کرد اما بدون بارون نتونست نتیجه بگیره. حسن یزدانی یک بار دیگه زیرگیری خواهد 2 امتیاز دیگه میگیره از حریف خودش. 2 امتیاز دیگه میگیره و کشتی رو 5-0 میکنه. 5-0 حملات پی در پی کوبنده جانانه حسن یزدانی امان حریف اسلواکی خودشو بریده. یک بار دیگه دست زیر کتفان حریف خودش، آروم و قرار نداره. باز هم سعی میکنه برد توش خارج کنه. 1 امتیاز دیگه میگیره و 6مین امتیاز رو کسب میکنه. همچون شیر میقره و حمله میکنه و حریف رو از پا در میاره. 6-0 تا این لحظه به نفع حسن یزدانی دلاور جویباری. حالا برای زیرگیری اقدام میکنه ماکاوف، مچ پا رو من خود میکنه، میتونه که خاک کنه حسن یزدانی رو. به دنبال خاک کردن حسن یزدانی هست. کشتیگیری که موفق شد کشتیگیر امریکایی رو شکست بده. این ماکاوف کشتیگیر زهرداری و تکنیکی هست. یک بار دیگه به دنبال، هنوز نتونسته خاک کنه و داور وسط به خاطر مکس و دلال بیش از حد کشتی رو سرپا میده. مکس و تعلل بیش از حد کشتی رو سرپا میده. یک دوسی هستونه. یک بار دیگه زیرگیری میکنه ماکاوف. یک زیرگیری خیمه سنگین از حسن یزدانی از مچ پا زیرگیری میکنه و سعی میکنه که با گرفتن مچ پا امتیاز بگیره. داور وسط با تایید رئیس تشک کشتی رو سرپا میده. حالا کشتی 6-0 هست به نفع حسن یزدانی. 4 امتیاز دیگه بگیره تمام است. باز هم میزنه زیر کتفان حریف خودش. از همونجا سعی میکنه ماکاوف زیرگیری کنه که خیمه میزنه رو اون، سرگردان مهار میکنه، میره برای رکبی. به دنبال رکبی هست از طرفی که دست رو مال خود میکنه که بتونه رو خاک کنه. ماکاوف هم از تشک این بار تا این لحظه بیرون نمیره، میره برای پنل که خودش خاک میشه و 2 امتیاز دیگه میگیره حسن دلاور، حسن پهلوان، حسن یزدانی دلاور از خطه پهلوانخیز مازندران، شهر جویبار اومده در میدان جهانی بزرگی کنه و واقعا تا این لحظه نشون داده توانمندی بالایی داره، عجوبه کشتی دنیا. یک بار دیگه مچ پا از حسن یزدانی، زیرگیری از کشتی اینجا میره تا اینکه خاک کنه و 2 امتیاز دیگه بگیره تا دور خودش به هم میخوره. یک بار دیگه زیرگیری از حسن یزدانی، یک قب 2 قب تمام در حالی که 2 دقیقه و 25 ثانیه از وقت کشتی در کشتی فینال حریف رو 10-0 میکنه. در کشتی فینال موفق میشه حریف رو 10-0 کنه تا شادمانی تماشاگر رو به همراه داشته باشه. خسته نباشید دلاور، خدا قوت پهلوان.
خدا نگهدار یل جویبار، خدا بهت عزت بده دلاور مازندرانی. تبریک میگیم مدال طلای حسن یزدانی رو به هموطنان عزیزم، به همه عزیزان، به مازندران، به جویباریا ها. حالا آقای احسان لشکری تقاضا میکنه بیاد دور افتخار بزنه، میره با مربی امریکا دست میده. پهلوان حسن یزدانی مرامشم پهلوانی این دلاور. آقای برای میاد تو با پرچم مقدس کشورمون دور افتخار رو بزنه، میره از آقای طلایی تشکر میکنه، تقاضا میکنه که 2 نفری دور افتخار رو بزنه. کار قشنگی است، کار بسیار زیبایی است. با مربی خودش قدرشناس پهلوان حسن یزدانی، قدرشناس، به اتفاق مربیش دور افتخار رو میزنه. احترام به مربی و احترام و قدرشناسی که مقام و مرام پهلوان هاست. تبریک میگیم این پیروزی رو به هموطنان عزیزی.